آیا تا به حال وارد خانه کسی شده اید و همون لحظه احساس آرامش کرده باشید؟ کف خانه تمیز است، تخت مرتب شده، لباسهای اضافی روی صندلی دیده نمی شود و همه چیز انگار سر جای خودش قرار دارد. در نگاه اول شاید فکر کنید این فرد فقط آدم منظمی است. اما روانشناسی میگوید موضوع بسیار عمیق‌تر از این حرف هاست. افرادی که خانه خود را تمیز نگه می‌دارند فقط در حال تمیز کردن محیط زندگیشون نیستند. آنها در واقع از آرامش ذهنی خود محافظت می‌کنند. روانشناسان معتقدند این افراد معمولاً ویژگی‌های شخصیتی خاصی دارند. یکی از این ویژگی‌ها خودآگاهی بالاست. آنها جزئیاتی را می‌بینند که بسیاری از افراد متوجه آن نمی‌شوند. یک بالش کوچ، چند ظرف در سینک یا چند وسیله پراکنده روی میز می‌تواند توجه آنها را جلب کند. به همین دلیل محیط اطراف تأثیر زیادی روی احساسات و ذهن آنها دارد. وقتی خانه مرتب است، احساس آرامش، تمرکز و سبکی بیشتری می‌کنند. اما وقتی محیط به هم ریخته باشد، ممکن است احساس استرس، بی‌حوصلگی یا آشفتگی ذهنی داشته باشند. بسیاری از افرادی که خانه خود را تمیز نگه می‌دارند، اهل برنامه‌ریزی نیز هستند. آنها ساختار و نظم را دوست دارند. دوست دارند بدونند چه کاری باید انجام شود و هر چیز در کجا قرار دارد. برای این افراد، تمیزکاری یک اتفاق تصادفی نیست. بخشی از سبک زندگی آنهاست. مرتب کردن تخت پس از بیدار شدن، قرار دادن وسایل در جای خود و تمیز کردن خانه قبل از خواب، عاداتی هستند که به آنها احساس کنترل بیشتری روی زندگی می‌دهند. در علم روانشناسی، ویژگی به نام وظیفه شناسی یا کانسینشیسنس وجود دارد. افرادی که در این ویژگی نمره بالایی دارند، معمولاً مسئولیت پذیر، منظم، قابل اعتماد و با انضباط هستند. جالب است بدونید که بسیاری از افراد منظم فقط به خاطر خودشون خانه را تمیز نمی‌کنند. آنها به احساس دیگران نیز اهمیت می‌دهند. دوست دارند اعضای خانواده در محیطی آرام زندگی کنند و مهمانان هنگام ورود به خانه احساس راحتی داشته باشند. گاهی اوقات یک خانه تمیز در واقع پیامی خاموش دارد. پیامی که میگوید من به این مکان اهمیت میدهم. من به افرادی که در این خانه زندگی میکنند اهمیت میدهم. اما دلیل دیگری هم وجود دارد. دانشمندان میگویند محیط اطراف ما تأثیر مستقیمی بر عملکرد مغز دارد. زمانی که اتاق شلوغ و نامرتب است، مغز مجبور می شود تعداد زیادی محرک بصری را پردازش کند. هر لباس روی زمین، هر ظرف نشسته و هر وسیله پراکنده مانند یک کار ناتمام به نظر می رسد. این موضوع باعث می شود مغز دائما درگیر باقی بماند. روانشناسان این پدیده را آشفتگی بصری یا ویژوال کلاتر می نامند. تحقیقات نشان دادند که آشفتگی بصری می تواند باعث افزایش استرس، اضطراب و خستگی ذهنی شود. به همین دلیل است که بسیاری از افراد میگویند تا وقتی اتاقم مرتب نشود نمیتوانم آرامش داشته باشم. یک فضای مرتب حس کنترل ایجاد میکند و زمانی که زندگی پر از مشکلات و اتفاقات غیرقابل پیش بینی میشود، تمیز کردن خانه یکی از معدود کارهایی است که فرد میتواند آن را کنترل کند. شاید به همین دلیل است که بعضی افراد هنگام ناراحتی یا استرس شروع به مرتب کردن خانه میکنند. آنها فقط در حال تمیز کردن محیط نیستند، بلکه در حال آرام کردن ذهن خود هستند. بنابراین اگر شما هم جزو افرادی هستید که دوست دارند خانه‌شان تمیز و مرتب باشد، این به معنی وسواس یا سختگیری بیش از حد نیست. ممکن است ذهن شما به گونه‌ای عمل کند که در یک محیط مرتب احساس آرامش بیشتری داشته باشد و این کاملا طبیعی است. گاهی اوقات تمیز کردن خانه فقط مرتب کردن وسایل نیست، بلکه راهی برای مرتب کردن افکار و احساسات است. شاید به همین دلیل باشد که بعد از تمیز کردن اتاق احساس سبکی و آرامش می‌کنیم، چون یک فضای آرام می‌تواند ذهنی آرام‌تر بسازد. اگر این ویدیو برای شما جالب بود، کانال را سابسکرایب کنید و ویدیو را لایک کنید تا افراد بیشتری بتونند از این مطالب استفاده کنند. ممنون که تا پایان همراه ما بودید.